دیروز که شاهان و باباش از بیرون اومدن دیدم خوراکی خریدن. بین خوراکیاشون لواشکم بود. گفتم آخه این چیه خریدید؟ همش از آرد و میوه های گندیده درست شده. گفتم سریع ببرید پس بدید تا شما هم برمیگردید من با میوه هایی که داخل یخچال داریم 3 سوته واسهتون یه لواشک خونگی سالم و خوشمزه درست کنم. از هر نوع میوه‌ای هم که دوست دارید میتونید استفاده کنید. هسته هاشو کامل بگیرید و بریزید داخل قابلمه. مقداری نمک بریزید و یه لیوان آب کافیه. بذارید 20 دقیقه بپزه، بعد بریزید داخل میکسر، خردکن یا هر وسیله‌ای که دارید حسابی پورش کنید. داخل سینی رو هم میتونید چرب کنید هم میتونید مشمع بندازید که به نظر مشمع بندازید خیلی بهتره. دیگه نبینم از بیرون لواشک میخری یا چون واقعا معلوم نیست که اصلا از چی درست میشن. یه دونه تابه یا قابلمه رو تا نیمه آب پر کنید، بذارید جوش بیاد. بعد سینی لواشک رو بذارید با این روش لواشکتون 3 ساعته کامل خشک میشه. یعنی داخل خونه تو هر فصلی که دوست داری میتونی لواشک درست کنی.